بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب بناء الأفعال. إنك ما درس خضر دوام دهم از كتاب الصرف بنام بناء الأفعال. ما در درس گذشته 6 بابی ملحق را به دحرجه گذاشتیم که اینها از اینها عبارت بودند که باب یکم فوعل یفوعل فوعلة وفعالا، الباب الثاني فيعل يفيعل فيعلة وفعالا، الباب الثالث فعول يفعول فعولة وفعوالا، الباب الرابع فعيل يفعل فعيلة وفعيالا، الباب الخامس فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، الباب السادس فعلا يفعلي فعيلة فعلية وفعلاء. اینها را چی میگفتن؟ ملحق به باب رباعی. برای چی اینها را ملحق میگفتن؟ زیرا اینکه هر دو مصدر این 6 باب هم موافقی مصدری یا که مصدرهای بابی رباعی مجرد می باشد. زیرا که رباعی مجرد ما گذاشتیم یک تا باب داشت، 2 تا مصدر داشت. فهمیدید؟ از بس که این 6 باب نیز مصدرشان با مصدرهای الرباعی المجرد موافقت میکند، اینها را چی گفتن؟ ملحق به باب دحرجه یا که ملحق به باب رباعی میگویند. درس امروزی ما باذن الله حق سبحانه و تعالی تحت عنوان بنام و ثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد وهو على نوعين، یعنی 3 باب دیگر است. منها از همون گویم چه از همین 35 باب، از 35 باب با 3 باب دیگر است که برای زیاده بر رباعی مجرد معلوم شده است که این 3 باب به دیگر تعبیر گویم رباعی مزید بوده است. این 3 بابی که حاضر میگیریم اینها رو چی میگویند؟ رباعی مزید میگویند. بنابراین گفته شده است که و ثلاثة منها لما زاد على الرباعی المجرد، 3 باب دیگر است از همون 35 باب برای آنچه که علاوه بر رباعی مجرد است. و هو على نوعین، همین 3 باب بر 2 نوع بوده است. النوع الاول ما زید فيه حرف واحد على الرباعی المجرد، یعنی نوع یکم از 2 نوع آن نوعی بوده است که در وی 1 تا حرف را علاوه کرده شده است علی الرباعی المجرد، در برابر 4 حرفی اصلی. فهمیدید؟ یعنی در برابر 4 حرفی اصلی 1 تا حرف علاوه کرده شد و معلوم می شود است که بعد 5 حرف می شود. فهمیدید؟ 5 حرف می شود، زیرا 4 حرف اصلی است و 1 تا حرف علاوه کرد. و هو باب واحد، این 1 تا باب بوده است. فهمیدید؟ این 1 تا باب بوده است. وزنه تفعلل يتفعلل تفعللا، موزونه تدحرج يتدحرج تدحرجا. وزنش همین خیلی می باشد. تفعلل يتفعلل تفعللا، هم وزن این باب تدحرج يتدحرج تدحرجا میشد. و علامته ان يكون ماضيه على 5 احرف بزيادة التاء في اوله، و علامت این باب از آن عبارت است که فعل ماضی
از 5 تا حرف عبارت بوده است با علاوه شدن تا در سری کلمه، یعنی در برابر 4 حرف اصلی با یک حرف که او تا است علاوه می شود، مجموعاً 5 حرف می شود. و بناؤه للمطاوعه، و بنای این برای چی بوده است؟ برای مطاوعه بوده است. برای چی؟ برای مطاوعه. یعنی پیش از این فعل مفعول طلب، فعل مفعول دار ذکر شده است. وقتی که همون فعل به این باب آوردید مفعولش نیست می شود. برای مثال دحرجت الحجر، من سنگ را غیلانیدم. من سنگ را چیکار کردم؟ سنگ را غیلانیدم. فتدحرج ذلك الحجر، بس در نتیجه همان سنگ غیلید. معلوم است که دحرج غیلانیدن می شده است و تدحرج غیلیدن. پرسند که فرقش بین این دو؟ فعل میگید که دحرج فعلی متعدی است، یعنی فعلی است که مفعول طلب است، اما تدحرج باشد این فعلی مفعول طلب نیست، فعلی لازم است، فعلی است که احتیاج به مفعول ندارد. خیال میکنم که همین یک باب کفایت میکند. و صلی اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.